نفسمون کار بکنیم تا مطیع بشه، نفس مطمئنه بشه. چه افتخاری است که تو بگی من میراثبر قارون و نمرود و فرعونم. هر معصیت کاری میراثبر یکی از ظالمان قرن یا ظالمان زمان. هر ظالمی که ادعای خدایی کرده و اعلام جنگ با خدا کرده میراثی به جا گذاشته و پیامبران هم میراث به جا گذاشتن. ارثیه‌شون تواضع، فروتنی، پاکی، طهارت، اطاعت از خداوند، اینها میراث پیامبرانه. جز خوبی و نیکی چیز دیگه از خودشون به ارث نگذاشتن. علم، دانش، تقوا، انسان دوستی، مهر و محبت، صفا و صمیمیت، تواضع، فروتنی. میراث فرعون چیه؟ میراث قارون چیه؟ هر تاجر مسلمانی که بخیل زکات مالش میده و ترحم نمی‌کنه به نیازمندان جامعه و نیازهای جامعه، این میراثبر قارونه. میفهمید؟ جوانهای مجردی که طاقت ندارن، امکانات ندارن، جوانهایی که تو کنکور موندن، تو ترمشون موندن، دانش آموز فقیری که هزینه تحصیلش نداره و تو هم دنیایی در اختیارته، قطعا میراثبر قارونه، حتی اگر شهادتین هم به اسلام بده. اگه نماز بخونه زکات مالش نده، چه فرقی بین زکات و نماز هست؟ همه از ارکان اسلام هست. وقتی مالش به نصاب میرسه باید زکات بده، واجبه. اگه نداد میراثبر قارون میشه. سبحان الله. اگه تکبر داشته باشه، ظلم بکنه، میراثبر فرعون میشه. شوخی بردار نیست. اما نفس سوم نفس لوامه هست، سرزنش کننده. نفس لوامه بین دو تا نفسه، بین نفس مطمئنه است و نفس اماره است. معصیت خدا میکنه، بعد پشیمان میشه، خودشو سرزنش میکنه. خجالت نکشیدید؟ تو بنده خدا هستید، خدا این همه در حقتون لطف کرده، محبت کرده، دوباره معصیت خدا میکنید. همش خودشو سرزنش میکنه، ملامت میکنه. لوامه یعنی سرزنش کننده، ملامت کننده. خیلی خوبه اگر کسی لغزشی بکنه خودشو توبیخ بکنه، جلو آینه بیسته دیگه خجالت نکشیدید، یکی به نگاه خودت بکن، چطوری تونستید معصیت خدا بکنید؟ هی خودشو سرزنش میکنه، ملامت میکنه. این خیلی خوبه. اگر سرزنش و ملامت برای فوت انجام کار خیر باشه و خوبی باشه و ارتکاب لغزش و خطا باشه و معصیت باشه، این خیلی خوبه. این کم کم این سرزنش و این ملامت آدمو میرسونه به مطمئنه، کم کم اصلاح میشه. ولی اگر برعکس باشه، یه مجلس فسادی ازش فوت شد، تعدادی از دوستانش منقلی داشتن و تریاک و بافوری و شرابی و زنهای رسمی در کنارشون و خانه خلوت و بهش زنگ میزنن کجایی؟ من شهرستانم، جاد خالی، امشب چه بساطیه، چه عیشونوشیه تا صبح، میتونی خودتو برسونی؟ حالا افسوس میخوره، چرا یه روز زودتر زنگ نزدید؟ چرا دیروز زنگ نزدید؟ حالا چه کار کنم؟ نمیتونم، پروازم نیست. حالا هی حسرت میخوره که چه چیزی ازش داره فوت میشه. این شراب مفتی، این زنای مفتی، این تریاک مفتی، این عیشونوش تا صبح. خیلی خطرناکه.
یا خودش رو سرزنش میکنه بر انجام کار خیر. مثلا احساسی شد، یه نفر تو جمع گفت که هر کسی 100 تومن 200 تومن 1 میلیون 5 میلیون داد. این هم دست کرد تو جیب، جو اونجا جو گرفتش، تحت تاثیر جو قرار گرفت، دست کرد تو جیبش 100,000 تومن داد، 500,000 تومن داد. بعد رفت خونه، آره نگاه تو جیبش میکنه، بعد میگه کاش که 100 تومن بیشتر نداده بودی، 400 تومن تو اضافه دادید. بعد با زنش صحبت میکنه، زنش میگه بدبخت شدیم، کاش که 50 تومن میدادید. یعنی خودش رو سرزنش میکنه برای یک کار خیلی انجام داده. بعد اظهار پشیمانی میکنه، کاش که کمتر داده بودم. بگو الحمدلله که 500,000 تومن دادم، معامله با خدا کردم، کاش که داشتم 1 میلیون میدادم، کاش که 5 میلیون میدادم. این یکی خیلی خطرناک، این دومی که خودش رو سرزنش میکنه بر انجام کار خیر و فوت کار بد و زشت. 2 نفر گناه کردن، یکی بهشتی شد، یکی از بهشت رانده شد، از دربار رانده شد. ابلیس گناه کرد، نافرمانی کرد. بابا آدم و ماما حوا گناه کردن، نافرمانی کردن. اولی با خداوند، با ربش اینطوری گفت رب بما اغویتنی، ای رب تو منو گمراه کردی، من بندگان تو گمراه میکنم. سبحان الله. تکبر عزازیل را خار کرد، به زنجیر مهنت گرفتار کرد. اما بابا آدم و ماما حوا وقتی که از اون درخت ممنوع خوردن، یک دفعه لباس از تنشون افتاد، عورتشون مکشوف شد، از برگ درختی از این طرف و اون طرف ساعتشون به عورتشون رو میپوشوندن. و بابا آدم و ماما حوا دستشون رو بلند کردن، 2 نفری این دعا رو کردن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. یه لحظه تا معصیت خدا کردن، عورتشون مکشوف شد، دستشون بلند کردن، فهمیدن که اشتباه کردن، چون گناهشون از روی تکبر نبود، از روی ضعف اراده بود. همجور دست می‌لرزوندن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا ما به خودمون ظلم کردیم، به نفسمون ظلم کردیم. ظلمنا انفسنا، اگر تو ما را نیامرزی و نبخشی، ما از جمله زیانکارانیم. همجور دستشون رو می‌لرزوندن به درگاه خدا، دست نیاز بلند کرده بودن و تواضع طلب بخشش میکردن. خدا اونها رو بخشید، توبهشون رو پذیرفت. گناه انسان رو از خدا دور نمی‌کنه، به شرطی که از روی تکبر نباشه و بعد سریع توبه بکنه. گناهی که تو رو به توبه برسانه، یه سوزی در دل تو ایجاد میکنه تا آخر عمر. امشب چه شب زیبایی است. این داماد چقدر با برکته. خدا چقدرش برکت داده به خانوادهش، به پدر و مادرش، به مردم خوب این روستا و این منطقه، که در جشن عفتش بی عفتی رخ نمیده. در جشن عروسیش چیزی خلاف شر. بندگان خدا رو از نماز عشا دعوت کرده، اینجا پذیرایی کرده و تو عروسیش ارزش ها داره به نمایش گذاشته میشه، خوبی ها. علم بندگان خدا تو عروسی تو آخر زمان علمتون داره زیاد میشه، از قرآن و سنت داره میفهمید، آگاهیتون داره بالا میره، احساس میکنید که ایمانتون داره افزایش پیدا میکنه تو عروسی. شنیده بودید کسی در آخر زمان تو عروسی ایمانش افزایش پیدا میکنه، اطلاعات دینیش افزایش پیدا میکنه، صفا و صمیمیت بین مردم زیاد بشه، اتحاد و انسجام. این عروسی ها چقدر با برکته. اینجا دیگه کسی نمیگه که
یالا خطیب روی منبر روز جمعه است، یالا سری تماش کن گشنه مونه. اگه شام هم بشه ندارم نشستم تا 2 شب، هم نماز عشا خوندم، با وضو آمدم. این نفس لوامه 2 تاست. پس انسان یک نفس داره، 3 تا حالت پیدا میکنه. این 3 تا حالت خودت بهش میدید، یا مطمئنش میکنید، یا امارش میکنید، یا لوامش میکنید. اگه لوامش میکنید لوامه اولی باشه که اگر لغزشی کرد خودش سرزنش بکنه، اگه خیر ازش فوت شد حسرت بخوره. اصلا یکی غایب امشب خبرش بدن که همچین برنامه خوبی بود، علما از بلوچستان آمده بودن، از کنارک و بندگان نیک خدا آمده بودن، خیلی برنامه عالی بود، حالا حسرت میخوره. کاش که من بودم. خب من به همین قدر بسنده میکنم، فکر میکنم تو ذهنتون بمونه. مسئله قضا و قدر، خوب و بد، قضا و قدر دلیل بر آینده نیست، دلیل بر گذشته هست. قضا و قدر خوب داریم و بد داریم. خدا به انسان عقل داده قضا و قدر خوب بگیره، بد و دفع بکنه. نفس انسان 3 حالت پیدا میکنه. این 3 حالت خودتید که بهش تزریق میکنید. همین مطالب از این جلسه بگیرید بسه. من یه خواهش از بزرگترها فقط میکنم. شما خیلی مردم مؤدب، عالم دوست، خیلی مؤدب، تو جلسات خوب شرکت میکنید. من یک گله بکنم، چرا بعضی موقع شرکت میکنیم عمل نمیکنیم به توصیه ها که منطقمون آباد بشه؟ چرا مهریه 200 مسقال 300 مسقال، یعنی همون هفته اول میخوای دامادت که حکم پسرت داره بدبختش بکنید؟ خب وقتی دامادت تو بدهکار میشه، مفروض میشه شب زفافش، تو هفته اول فشار رو کی میاد؟ رو دختر تو میاد. وقتی داماد تو میره قرض میگیره، بدهکار میشه برای پلو دادن به مردم، برای اسراف کردن، برای طلا خریدن. یعنی تو کی رو بدبخت کردی که ازش خواستید این همه طلا برای دخترت بخره؟ 100 دست لباس تو چمدون پره. چند سال میخواد اون بکنه که این 100 تا 200 تا دست لباسی که برای عروس خریدید بپوشه؟ 40 تا 50 تا دمپایی. یه دختر وقتی میخواد عروس بشه با 3 جفت دمپایی هم میشه عروس بشه. با 4 تا انگشتری که خواهرش بهش بده دستش بکنه هم میشه. با 3 دست لباس هم میشه. اصلا 3 تا نه. یه دختر 7 شب تو حجره است، 7 دست لباس، نه 7 دست لباس. چرا بزرگترا؟ اینجا نگاه کنید، اینجا نگاه کنید. چرا بزرگترا؟ به کسی میگم بزرگ که وقتی رفتار ناهنجاری در جامعه هست، از اون لقب بزرگیش که مردم بهش احترام قائلن و اون جایگاهش استفاده بکنه، اصلا نیب بده. مهریه 1 سکه. بچه ها رو بدبخت نکنید. در آینده اگه وضعشون خوب شد برای زنشون طلا میخرن. همه چی مال خودشونه. هر چی شوهر داره مال زنشه. حتی زن از شوهرش میراث میبره. چرا تو دامادتو بدبخت میکنید؟ هفته اول وامدارش میکنید که عصبی بشه، رو دخترت هم تاثیر بذاره. شما میدونید آمار طلاق در کشور الان به کجا رسیده؟ تو یک روستایی که 2000 نفر جمعیت تو مناطق اهل سنت، این تا 40 سال پیش نبود، تا اوائل انقلاب هم نبود. تو یک روستای 2000 نفری تو 1 سال 30 تا طلاق، زیر 2 سال ازدواج، بعد از 6 ماه طلاق، بعد از 8 ماه طلاق، بعد از 1 سال طلاق.
مادرای ما و شما و پدرای ما و شما تو منطقه اصلا طلاق نبود. شاید 40 سال میگذشت تو منطقه یک طلاق، شاید خجالت میکشیدن از طلاق. امروز به هر بهانه‌ای چه با هم بحث میکنن و 30 تا طلاق تو یک روستای 2000 نفری تو یک سال. میدونی علتش چیه؟ سختگیری های بیش از حد، خرج های سنگین، مهریه های سنگین. تو میخوای نسل خدا بزرگ بشی یا فکر میکنیم که بزرگی هر کسی که پشت اون صف بالا جاش دادن اون بزرگه؟ بزرگی که به این حرفا نیست. باید کاری بکنی که خدا بگه تو بنده خوبی هستید. تو که این موقعیت دارید چرا یه تغییری ایجاد نمید تو منطقه؟ خیلی حرف عروسی اسلامی میبینی 20 تا داماد تو یک شب، مراسم اسلامی، مهریه‌شون 200 سکه، 300 مسخال، 500 مسخال، 1400 تا سکه. این چه حرفیه؟ این چه اسلامیه آخه؟ از اون طرف میگه عروسی اسلامی. عروسی اسلامی فقط همین تو تنبک و ارگ و گیتاره فقط که نباشه تو جلسه؟ اگه اسراف باشه عروسی سالم نیست. مهریه های سنگین باشه، عاجزانه باشه که داماد عاجز بکنه. این چه پوز دادن است با مهریه دامادت، دخترت؟ یعنی پدر عروس میخواد با مهریه دخترش اگه شد 500 مسخال پوز بده، پوزی که بعد 2 سال طلاق بده. این چه پوز دادن است؟ دعای خیر پیامبر شامل نیست؟ میدونی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده عظیمترین زنها از نظر برکت زنی است که خرج و مخارج عروسیش و ازدواج سبک باشه، خصوصا مهریه‌اش. هرچی مهریه زن سبکتر باشه پیامبر گفته اون زن از نظر برکت عظیمترین زنه. و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی. پیامبر از روی هوا و هوس حرف نمیزنه، حرف پیامبر وحیه. یعنی تو از دعای برکت رسول الله محرومی وقتی که مهریه دختر 300 مسخال میذارید. من به اونهایی که شیخ و مولوی هستن و عقد میبندن، صیغه میخونن، اگر جای شما را دعوت کردن که صیغه رو جاری بکنی، یک دفعه گفتن مهریه 300 مسخال، جمع کن دفترت بلند شو. تو بدبخت کردی باش این صیغه خوندنت. ولی بعضی از این ملاها وقتی میرن صیغه بخونن، اگه مهریه مثلا 1000 سکه است، درصد پولی که خودش بهش میدن هم بالاتره تا مهریه که 1 سکه باشه. یه وقتی یه جای دعوت بودیم، دوستی ما رو دعوت کرده بود که عقد بخونه. عقد دخترش بود، سید ابوالعباس قطالی هم بود، شیخ هادی پذیرا هم بود، یادمه. یک دفعه پدر دختره گفت 100 سکه بهار آزادی. گفتم ببخشید خداحافظ، من امضا نمی‌کنم، من شاهد نمیشم. بلند شدم، دیدم سید ابوالعباس هم بلند شد، شیخ هادی هم بلند شد. پدر داماد دوید، خواهش میکنم شما برگردید. خب ما برگشتیم، رفت تو اتاق فکر، یه اتاق داخل بود با اون وزیر. بهش میگم وزیر چی میگم؟ وزیر چه؟ اسمش گذاشتم وزیر جنگ. گفت من باید برم داخل با وزیر مشورت بکنم. رفت داخل آمد، رفت داخل آمد، رفت داخل آمد. حالا ما نشستیم، دیدیم که بار آخری که دیگه آمد لبخند میزد، گفت قبول 1 سکه. دیگه سوال صیغه خون با 1 سکه بهار آزادی. وقتی که شیرینی میخوردیم من یه پیشنهاد به پدر دادم، گفتم حالا این 100 سکه ما 99 سکه اینجا تخفیف گرفتیم برای شما. به داماد گفتیم شما انشالله بعد از عقدتون یا بعد از ازدواجتون ثبت نام حج و عمره، ثبت نام خودت و همسرت بکنید، ماه عسل برید مکه خانه خدا زیارت کنید. دامادم با آغوش باز با کمال خوشحالی گفت چشم انشالله، همین فردا ثبت نام خودم و عروسم میکنم. شما وقتی اسراف بکنید چیزی تهش نمیمونه که خیر بکنید.
ما باید اسراف نکنیم تا یه چیزی بمونه که بتونیم خیر بکنیم. تو وقتی همه مالا رو اسراف کردی، حیف و میل کردی، دیگه چیزی نمیمونه که خیر بکنی. همه اسراف کردی. خب من تبریک میگم به پدر داماد، مادر داماد، پدر عروس، مادر عروس، مردم خوبی این روستا و همچنین به خود داماد علی دیگه اسمشه نه؟ علی قلندری و همچنین سرکار خانمشون خانم قلندری که تصمیم درستی تو زندگی گرفتن. قرار نبود که ما بیاییم. من 4 ساله که عروسی نمیرم اصلا، حتی عروسی جمعی هم نمیرم. سال گذشته 67 تا داماد یک شب یک جا بود، چون برام مقدور نیست. ولی خب حالا یک 2-3 هفته میشه چند تای عروسی رفتم، یکیش امشب تو گروه که 12 تا داماده. خب شبم یک کمی طولانی هست، فاصله هم تا گروه خیلی نزدیک بود. قرار بود عروسیشون بعد از فروردین بشه، بعد از نوروز بشه. گفتم من امشب میام، چون فاصله نزدیک تا گروه باشه 1 ساعتی میام اینجا بعد میرم اونجا. قبول کردم. سبحان الله، وقتی خدا میخواد دیگه به همین راحتی است. الحمدلله این جمع هم بر تشریف آوردن، مبارکشون باشه. خداوند خوشنودی خودشو و رضایت خودشو، رضایتمندی خودشو نصیبشون بفرماید. خداوند این 2 زوج جوان که این همه اکرام کردن امشب ما رو با این برنامه ایمانی خوب و پذیرایی کردن، منظور از پذیرایی این پذیرایی معنویه، خداوند انشالله اونها رو به عفت کامل برساند و حیای کامل. و 3مین ثمره ازدواجم خداوند اولاد سالم در بدن و جسمشون، صالح در اخلاقشون و مصلح برای جامعه نصیبشون بفرماید. فرزندانشون انشالله سالم و صالح و مصلح و مجاهد و شخصیت های بزرگ جهان اسلام بشن. ثمره این ازدواج خوبه. و عزیزانی که موفق نشدن ازدواج بکنن، خداوند اسباب ازدواجشون رو با همت بزرگان قوم، پدرها و مادرها، شما گناهکارید اگر این کار نکنید، با همت بزرگان قوم، اولیا، پدرها و مادرها، انشالله اسباب ازدواجشون رو میسر بکنه و آسان بشه و انشالله بتونن همه داماد بشن. دیگه آمین. خداوند این جمع همه روسفید و سربلند در همه امور و شؤون زندگی خاتمه به خیر بکنه. بگید آمین. خداوند همه رو بزرگ و کوچک، خواهر و برادر، فقیر و تاجر، همه رو به راه راست، اول ما رو، بعد شما عزیزانو و همه خانواده محترمتون و بچه‌هاتون و همه کسانی که دوستشون دارید به راه راست هدایت بفرماید. بگید آمین. خداوند ما و شما را به عنوان بندگان خالص و مخلص و خدمتگزار دینش و خلقش قرار بده. بگید آمین. به مجری خوبمون، عزیزانی که این مجلس دارن مستند میکنن، فیلم میگیرن، سر پای ایستادن، همه کسانی که زحمت کشیدن. اون طباخ عزیزمون رمضان بود که تو این منطقه تو خیلی مجالس خیر خودش طباخی میکرد رایگان برای شبهای قدر و فلان، خدا رحمتش بکنه. و اون اکیپش که الان دارن زحمت میکشن، همه عزیزانی که بالاخره به نحوی این جایگاه خوب و تدارکات، مردم خوب این روستا، همه خدا جزای خیر بده. برای منم دعا بکنید. بالاخره 6 تا دختر و پسر دارم، 3 تا پسر 3 تا دختر. دعای هدایتشون بکنید که خداوند هدایتشون بکنه به راه راست، عالم و فرهیختشون بکنه و بعد خداوند خدمتگزار شما و بچه‌های شما قرارشون بده و توفیق خدمتگزاری از ما نگیره. خدایا چنین کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، موفق و مؤید و سربلند باشید. سالهای اینجا کردن که دیگه من این سالها رو جواب نمیدم. من سریع باید برم که 10:30 اونجا باشم.